بسم الله الرحمن الرحیم. و قل و بگو ای رسول الله صلی الله علیه و رب ای پروردگار من اعوذ بک من همزات الشیاطین، ای پروردگار من به تو پناه میبرم از وسوسه های شیطان. وسوسه های شیطان چی است؟ ما و شما میفهمیم دو قسم شیطان است، شیطان های انسانی هست و شیطان های جنی. گاهی شیطان های انسانی وسوسه میکنه، برنامه میسازه. وسوسه های شیطان های انسانی در چی است؟ در تبلیغات است، در رسانه ها هست، رسانه میسازه، اخبار جور میکنه، تبلیغ میکنه. متوجه هستین؟ در فیسبوک ها نشر میکنه، از طریق اینترنت کار میکنه. اینا بگو که پروردگار مرا از وسوسه های شیطان های انسانی و وسوسه های شیطان های جنی از اردوش به تو پناه میبرم. چرا پیغمبر نمیتونه خدا نجات بده بغیر از اینکه الله او را حفظ بکنه؟ انسان باید، ما و شما هم باید بگیم که اعوذ بک من همزات الشیاطین، یا پروردگارم به تو پناه میبریم از اینکه مثلا شیطان ها بیای برام تبلیغ بکنه، وسوسه بکنه و بالاخره یک وقت سیل کنی که به واسه درس قرآن یک نفر کتاب چی رو مانده، کتاب لینین پیش روی خود مانده، درس کتاب لینین میده. تو هم کس نبودی کتاب قرآن درس میدادی؟ میگه شیطان برد من، گرفت من، آمد یک تا چوکیگک، یک موترک، یک خانگک، یک فلانی را که برش پیش کرد، یک دفعه صاحب ایمان از این فرار میکنه. اینی همزات شیاطین است. 10 سال پیش بسیار خوب آدم است، 10 سال بعدش چی شد؟ 10 سال بعدش میگه ای به یک انسان بدبخت مبدل شد. یک کسی میگه در قریه خود سعی کرد دید که کل مردم گرد یک درخت طواف میکنن. یکی سعی کرد گفت اوه این طواف کردن به درخت کلش به شرک مبتلا هست. و مردم میره چوبک میگیره در گردن خود میپرته. دید مردم اوه این کل از اینا به شرک مبتلا هستن، اینا به عوض که به الله پناه برن به درخت پناه میبرن. خیز دیگه صاحب یک دانه تبر گرفت رفت بر مردم گفت او مردم نکنین این کاره. مردم گفت برو ترا چی برو. خب این گفت فالای مردم خب از زبان نشد چطور کنم؟ گفت گمش کن نمیشه، بیا خیشاو میرم. یک دانه تبر گرفت در جان چی رفت؟ در جان درخت رفت. گفت همین درخت از همین بیخ تکت تکه میکنم، صبح که مردم بیای ببینه که درخت نیست بیغم میشن، عقیدهشان از درخت خلاص میشن. آل شیطان خوی مردم کلش به درخت پرستی آوردن. آل شیطان خو استاد است که مردم کی کار میکنه، کی است کی حرکت میکنه؟ کتی از این نفر دیگه یک شیطانه که خورترک بود، ای که خیس حرکت که تبر گرفت، شیطان گفت الله یک شیطان چاق برش روان کرد. خوب اما تو اندرتیکره کجا؟ گفت میری؟ گفت که میرم یک درخت چی کنم، درخت چپه کنم. گفت کدام درخته؟ گفت من نمیمونم تو چپه کنی. تو کی هستی؟ گفت من ابلیس. گفت پش از پیش ریم که نا قدمی تبر غار غارت میکنم. ابلیس خبیث اوزه شد. ابلیس گفت که نمیمانم بتانی. خوی از تبر از این محکم گرفت صاحب حال زدن نکن، زور است. این مرد این شیطانم چاق کٹا دیگه اما تا اندامارم گرفتن. این بچه دیگه جوان اما تا چیز دیگه بیچاره این زور زد. یک دفعه اما تو گفت یا الله که تا الله گفت که قیل کت شیطان زد دمی زمین، دمی سر سینه شیشت. گفت که دمی تبر با چی کمت؟ مغزای تبرت باد بکنم. شیطان گفت یک لحظه. شیطان دید که جنگ فیزیکی کردن نتانست، ناکام شد، نه جنگ فکری را پیش کرد. گفت اگر برات نگویم. گفت چی؟ گفت نه خدا سعی که جوانی تا چه خوب قواره داری، چه خوب زیبا هستی، آینده داری، موتر کار داری، خانه کار داری، ازدواج میکنی، عروسی تا دو طلا اون کلان سرکای چی کس نه دو اونو طلا بکن میکنی کارا رو. گفت خود چی مقصدت چی است؟ گفت مقصدی است مرا الابته هر صبح که بخیزی یک دانه دینار طلایی برات میمونم. او دینار طلایی یک حال باشه $300 قیمتشه. گفت هر صبحی که میخیزی یک $300 دیگه در زیرک بالشت ماندگی است. از اینمی دلارها دیگه باز نامزاد میشی، عروسی میکنی، خانه جور میکنی، هر چی که میکنی. گفت دروغ میگی. گفت خیلی یک امتحان خوکو، امتحان شرط است. ای که رفت شب خواب کرد که صبح میخیزه که یه نه اوه ای را گرفت دیگه صاحب. این قصه شیخ و شیطان است دیگه. شیخ است، شیخ دیگه که گرفت اوه ماشاءالله رفت صاحب از این پیسه دیگه $300 پیشت باشه دیگه
دریشی چی میگه و نکتایی چی میگه و کالگاکا چی میگه. ریشک خودم شیخ وقت رفته دیگه در سلمانی، اما تو برش استایل زده دیگه، گفته از این خوبم تو استایل بزنیم. صبح که شد روز دوم باز میخیزه که سهل میکنه که دیگه پیسه است. یک ماه بعد دو ماه بعد سهل میکنه که ماش فلانی شخص سهل میکنه، مردم ماشاءالله خانه چی میگه، بلند منزلش چی میگه و تشنابا چی میگه و کل چیز از اوه از کجا کردی و فلانی خان میگه. تو بیشی با آن خود دیگه هر کس راز خدا به هر کس نمیگه دیگه. یک راز از بین ما دیگه، مقصد همین پیسه رو پیدا کردیم. دو سه ماه که تیر میشه که خوبی دیگه آلک صاحب میگه شکمک هم کتا شده و چیده هر روز دیگه از میخیده دیر بالش سهل میکنه چیز نیست. پس خدا در خواه میپرده والا شیطان یادش رفته خوابش برده. باز افتاو برامد باز که سهل میکنه او نماز ما هم قضا شده، این شیطان هم نامده. خب خیر امروز برو بیچاره ملامت نیست، دوست خارجی ماست، دوستای یگان وقت فراموش میکنن و چطور میکنن. دو روز شد سه روز شد درکش نشد، او بالاخره دید گفت حالا شیطان همون پیمان خدا شکستان کرد. بعد از او حرکت کرد، باز تبر گرفته دیگه، هم تو در نیم شب باز 12 بجه شب دیگه مثل که دفعه دیگه وارد حرکت کرد. ابلیس زمرویش آمد دیگه برش گفت که ای ابلیس خبیث، ای ابلیس لچک، ای بی فلانی چطور؟ گفت چی گپ است؟ گفت پیمان تا شکستان دیگه. گفت پیمانک است، مقصد یک پیمانک میکنیم تا که ما سری پیمانا بندواز نیستیم. گفت که تو بندواز نیستی ما هم بندواز نیستم. گفت که نیستی چی میکنی؟ گفت 3 کال زدنه. شیطان گفت پدرت رفته نمیتونه، پدرت. چنگاو شدن که چنگاو شده که این دفعه که مردکر قدر زور میزنه شیطان هم تو گرفت همی شیخ قیل که زد در زمین، یعنی زمین زدش. ایره که در زمین زد در سر سینه از شیطان شیشت. گفت چطورت است؟ شیطان برش گفت یک برد بگویم خفه نشو، یک درس از ما میاد بگی، این برای درس زندگی باشه برای تو امثالت. او دفعه دیگه که مرا با مو کتگی چپه کردی، او دفعه قوت ایمان تو مرا چپه کرد. ام دفعه به اساس ایمان نامدی، ام دفعه به خاطر چی آمدی؟ پیسه. باز آدمایی که به خاطر پیسه جنگ میکنن با سرزوم بسیار زور هستم. تو حال از مام که زشت شدی، برو که تو سیلیکاریت کنم دیگه طرف درخت مرخت دیگه پا دور نمیخوری، رای بگی برو بخیر. پس شیطان اینمی قسم است که با وسوسه های خود چی میکنه؟ انسان های دیندار و خوبه لغت مال میکنه، شخصیت ایمانیش که از بین برد، ارزش از شیطان هم که بدتر میشه. الله متعال میگه و قل بگو ای مسلمان، بگو ای انسان قرآن خوان، بگو ای انسان موحد و یکتا پرست، ربی ای پروردگار من، اعوذ بک، من به تو پناه میبرم. این توحید است در استعاذه. ما و شما توحید داریم، توحید زبانی، یکشم استعاذه هست، توحید در پناه جستن، که انسان مسلمان و مؤمن این توحید مراعات میکنه. فقط به کی پناه میبره؟ به الله میگه قل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، پروردگار ما به تو پناه میبرم از وسوسه های شیطان ها. و اعوذ بک ان یحضرون، یا الله من به تو پناه میبرم که این شیطان ها حتی در وقت عبادت حاضر شوند بر من. شیطان ها در هر لحظه هست. الله میگه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی که قرآن میخونیم در وقت تلاوت قرآن چی میگیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چرا؟ وقتی که نماز میخونیم در نماز خود میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. متوجه هستین؟ چرا؟ وقتی که تو عبادت شروع میکنی شیطان همین لحظه هم تو را تنها نمیمانه. شما بخیزین بیکار هستی، قرار هم تو شیشتی چرت میزنی هیچ چیز نیست که در سر نماز استاد شدی، شیطان در عین عبادت می
فکر گاهی طرف میبره گاهی طرف میبره گاهی طرف میبره گاهی طرف میبره. یا الله تا بالق من نرمال بودم در سر نماز چرا تو هستم؟ ای نه، در سر نماز هم شیطان می چی میکنه؟ نماز تو را خراب میکنه. 3 بجه شب بخیز، ما و شما غافل هستیم. 3 بجه شب بخیز نماز تهجد شروع کن. دمی نماز تهجد هم شیطان می فکر تو را میبره. یعنی دم 3 بجه هم بیدار از خانه خراب. اما 3 بجه هم بیدار است، دمو وقت هم که تو غافل هستی تو را تپ تپ میکنه. نخیزی به نماز تهجد، خواب بکو. خواب بسیار خوب چیز است. وش کو به نماز نخیزی، وش کو به جماعت نخیزی. باز کمی خیستی تو میگی برو حالا شیطان دیگه خواب باشه. اما جایی که میگه الحمدلله رب العالمین، یک دفعه یک فکر را که هیچ در ذهنت نباشه میاره در مغزت میپرده، باز در رکعت خوانی سلام در میده. وای من چه قسم نماز خواندم، چی خواندم، در رکعت اول چی خواندم، در رکعت دوم چی خواندم. پس همون وقت هم الله متعال میگه به الله پناه بر، بگه پروردگارا من به تو پناه میبرم که اگر شیطان در می وقت هم حاضر شود، حتی تا زمانی که اذا جاء، تا وقتی که بیایه احدهم بر یکی ازشان الموت مرگ، قال. بازی مردمای بیدین میگه چه قسم عادت داره این مردمای بیدین؟ همیشه کت شیطان هستن، همیشه از شیطان پناه نمیبرن. باز چه وقت مغز از یا عقل از یا کار میکنه؟ میگه مغزشان دیگه باز وقت مرگ کار میکنه. وقتی که بمره ملک الموت دید، باز دیگه چی میگه؟ باز میگه اذا جاء احدهم الموت، باز وقتی که بر یکی از اینا مرگ به، باز قال میگه رب، ای رب من ارجعونی، مرا باز بگردانین. یا الله مرا یک فرصت دیگه بده، من بسیار عبادت میکردم فقط هم یاد نامو میرم، لعلی اعمال صالحا، باز من انشاءالله عمل صالح میکنم، شاید که اعمال صالحه بکنم فیما ترکتو، در آنچه که من گذاشتم. بعد از اینکه اگر مرا بانی، مرا ترک کنین، یک مرتبه دیگه بانین من که در زندگی باشم، روح مرا قبض نکنین، من دیگه باز تو آدم خوب شوم، تو متدین شوم، تو نماز خوان شوم، تو رای درست بگیرم پیشنس. کلا، الله متعال برش میگه که هرگز دیگه آل ختم شدی دیگه. آل دیگه کلا یعنی جواب است که در زبان عربی برای یک کس که میگه کلا، معنی دیگه که اینمی کار تو 1% هم امکانات نداره، تقاضای تو ببر یاریزم مریضیت او سپرتون. اینها اینمی سخن که است، کلمتون سخن است که هو قائلها، این شخص در وقت مردن خود میگیش. در وقتی که ملک الموت دید، آدمای بیدین دیگه بازی نمی گپشان است. الله میگه گپ کلگی میگه. وقتی که برش وقت دادیم، زندگی دادیم، جوانی دادیم، قدرت دادیم، مال دادیم، خانه دادیم، باز الله را فراموش کرد. حالا که وقت مرگش رسید، حالا که ملک الموت دید، باز چی میگه؟ وقت بده مرا، ارجعونی رب ارجعونی، الله مرا وقت بده. الله متعال میگه این سخن است که مردمای بیدین کلش دوادی مرگ میگه پزدن میگن. و من ورائهم، باز الله متعال میگه بعد از اینکه روح از اینا قبض شد، برزخون، زندگی برزخ است. زندگی برزخ کدام یکیست؟ علما میگن که برزخ الی یوم یبعثون. برزخ در لغت به معنای فاصله هست و در اصطلاح زندگی است که بین مردن انسان و بین دوباره زنده شدنش در روز قیامت است. همین زندگی دومی که انسان یک زندگی در دنیا داره، یک زندگی در برزخ داره، یک زندگی دیگه در روز قیامت داره. این زندگی وسطی که بین زندگی دنیا و بین زندگی روز قیامت است، ایره برزخ میگن. این زندگی برزخ زندگی غیبی هست. از یکی زندگی در شکم شتر است خواه گشته، شتر خوردش. زندگی یکی در شکم پلنگ است، پلنگ خوردش. زندگی یکی در بین خاکستر است، عالم برزخ. عالم برزخ هر کس فرق میکنه. چرا؟ زندگی برزخ مربوط به روح میشه، جسدت اعتبار نداره، عذاب داده میشه بر روح انسان و جسد تابع ازی هست. هر جایی که جسد بود عذاب خود روح ازی حاصل میکنه. این زندگی که در قبر است و جسد ازی الله متعال به علم غیب خود دیگه ای که جسد از ایره چه قسم میاره و دوباره بر ازی مثلا یک جای میکنه و این عذاب برزخ میبینه. اینمی هست. از این خاطر یه برزخ گفتم. ما شما فکر میکنم یک قبر که از برزخ است. نه، قبر تنها برزخ نیست. چی در دریا غرقش شده باشه، چی آبی را برده باشه، چی حیوانی را خورده باشه، چی آتشی را در داده باشه، زندگی برزخ هر کس می داشته باشه. متوجه هستید؟
مثل که مثلا ما شما زندگی دنیایی را داریم، ما شما فکر میگیم والا ما آدم افغانستان هستیم دیگه این زندگی است. نه خیر قربان جان، زندگی های دیگه هم دیگه را وجود داره. در اروپا هم مردم زندگی میکنن، در آسیا هم زندگی میکنن، در افریقا هم مردم زندگی میکنن. زندگی های مختلف است. تنها زندگی که تو داری یک قسمی زندگی نیست، رنگارنگ زندگی هاست و هر کسی زندگی خود به اسلوب خود میکنه. و من ورایهم و در عقبشان برزخ است. تا چه وقت است زندگی برزخ؟ این زندگی برزخ است الی یوم یبعثون، تا روزی که اینا باز در مقابل الله مبعوث میشن در روز قیامت. باز او وقت زندگی قیامت شروع میشه. فاذا نفخ فی الصور، باز الله متعال میگه وقتی که در صور پف شد فلا انصاب بینهم، باز بین از یا نسب نیست دیگه که باز بخیزه بگه من خب بچه فلانی شخص هستم، من بچه فلانی هستم. الله متعال میگه اینجا دیگه سعدی رحمت الله میگه که پسرم وقتی تو را در قبر نهند نگویند پدرت کیست، گویند عملت چیست. باز نمیشه که بچه نوح علیه السلام بخیزه بگه من خب بچه پیغمبر هستم. او برش میگه حالا فعلا ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. آیا ایمان داری؟ کجا از دفتر ایمانت؟ اعمال صالحه داری؟ بفرمایید. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر داری؟ درست است. فلا انساب بینهم، باز اینجا دیگه نسب و نسبی نیست که مثلا از فلانی مردم هستم و از فلانی قوم هستم و بابا کلانای ما این قسم بود و پدر کلانا ما این قسم بود. میگن نه اینجا جای ایمان است، جای اعمال صالحه هست، جای تواصل بالحق است، جای یومئذ در این روز ولا یتساءلون، و اینا سوال هم کرده نمیشه که بچه کی هستی، بچه کی هستی در قبر پرسان نمیشن. اینجا فقط اونمو سوره والعصر به دردت میخوره که بس سوره عصر چند فیصد تو در اینمی سوره عصر عمل داشتی. چرا الله متعال گفت والعصر، قسم است الله متعال گفت به عصر ان الانسان لفی خسر، انسان جنس انسان که از در زیان و نقصان است کلش، الا به استثنای کسانی که اینمی 4 صفت داشته آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اینجا نسب رفتن میگن اساس ایمان است. باز اگر ایمان داشتی و اعمال صالحه داشتی و شخصیت خوب داشتی، باز اگر تو کدام نسب خوب داشتی باز هم به درد تو وقت میخوره که ایمانت اساس است. اما اگر ایمان نداشتی ولو که بچه پیغمبر هم باشی، اون پسر نوح چه شد؟ الله برش گفت که نوح علیه السلام هیچی اهل تو نیست، بانش که خرج شود. فمن ثقلت موازینه، پس هر کسی که گران شد موازینه ترازوی اعمال صالحه زی، فاولئک هم المفلحون. این شهادتنامه کامیابی، شهادتنامه کامیابی اول نمرگی ممتاز بسیار لایق کی میبره؟ کسی که دفتر اعمال صالحه از او در روز قیامت ثقیل شد. و من خفت موازینه، اما اگر کسی دفتر اعمالش خفیف شد، فاولئک الذین خسروا انفسهم، باز الله متعال میگه اینی که اشخاصی هستند که خسروا زیان کردن انفسهم به نفسهای خود، فی جهنم خالدون، باز اینا در آتش دوزخ در جهنم همیشه میباشند. تلفح میسوزاند وجوههم، روحایشان را النار و آتش دوزخ، و هم فیها و ایشان در امی آتش دوزخ کالحون، باز بسیار روحای زشت کریه المنظر. کریه المنظر کدام انسان است؟ یعنی که چهره ازی توسط آتش دوزخ خود سوخته که لبکای نازنین ازی اما تو شفتر گشته، بینیش سعی کنی که هیچ نمانده، چشماش در اونجا رفته، اما تو کباب شدگی رویش اما تو سیاه چتل بدقواره که وقتی که اونجا میبره اوه کلگی میفشه اوه یخ جهنمی است. الم تکن آیاتی تطلع علیکم، الله متعال برشان میگه که آیات قرآن بالای شما تلاوت نمیشد؟ آیا کسایی که خدمتگار اسلام بودن بر شما آیات قرآن ترجمه و تفسیر نمیکردن؟ فکنتم بها تکذبون، باز شما میخیسین باز میتون برادری دروغ میگن، یا پایزی یا غلط است، یا افراطی هستن، یا تروریست ها هستن، یا اکستریمیست ها هستن، یا چطورکایی ها هستن. 100 نامه سر انسان های مسلمان موحد مانده میرفتی. تکذیب، اینمی تکذیب است. وقتی که یک نفر برش درس دین میگی باز میگن والا شما این چیزی را که میگن این افراطیت است. خب باش باز روی یکت که کالح شوه که رویت کباب شوه، باز وقت میفهمی که کی افراد کرده و کی تفرید کرده. اینم قالوا ربنا، باز این مردم دیگه در صورت الله متعال میگه باز یا چی میگن؟ ربنا، ای رب ما، غلبت علینا شقوتنا، غالب شد بر ما بدبختی ما،
و کنا قوما ضالین، ما بسیار قوم بیراه بودیم. حال دیگه خودم داو میزنه، قوم خودم داو میزنه، تنها خود داو نمیزنه، حال قوم خودم میگه صاحب ما کل قوم ما قوم لچک بودیم، بی تربیه بودیم، بد اخلاق بودیم، گمراه بودیم. ربنا اخرجنا منها، ای پروردگار ما حال ما را از این دوزخ خلاص کو. فان عدنا فانا ظالمون، باز اگر ما را یک فرصت دادی ما باز به این جرم و جنایت برگشتیم، باز ما واقعا ظالم هستیم. قال اخسئوا فیها، الله متعال برشان میگه و یا ملائکه‌ای که مکلف هستن و موظف هستن در دوزخ میگه اخسئوا، خاموش شوید، اخسأ، خاموش شو، دور شو از رحمت من. در امینجا اخسئوا فیها، در این میجه دور از رحمت الله باشین، دور شوین. ولا تکلمون، و یک کلمه هم گپ نزنین، گنگه شوین. انه کان فریق من عبادی، الله متعال میگه یقینا بود یک گروه از بنده های من یقولون، در زندگی دنیا میگفتن ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. این بنده حقیقی مینمی است که در وقتی که زندگی داره، در وقتی که جوان است، در وقتی که قدرت داره، در وقتی که مغز بسیار خوبش داره، در وقتی که خوب قدرت به همه چیز داده میشه، بازیا چی میگن؟ باز او وقت میگن که ربنا، ای رب ما، ای خالق ما، ای روزی دهنده ما، ای خلق کننده ما، ای شفا دهنده ما، آمنا، ما ایمان آوردیم. با ایمان خود توسل میکنه. این یک موضوع اعتقادی هست که توسل با چی میشه؟ با ایمان میشه. در بعضی جاها ما شما گفتیم گاهی توسل با الله، مثلا تو توسل وسیله میگیری، چی میگیری؟ گاهی ایمانت وسیله میگیری، توسل با ایمان گفته میشه. گاهی توسل با اعمال صالحیت میکنی، گاهی توسل با چی میکنی؟ با اسماء الله میکنی. این حالی هم توسل به اسماء و صفات الله شده که رب گفته، و هم توسل به ایمان شده. چی میگه؟ ربنا، ما توسل میکنیم به نام تو که رب ما هستی، و توسل میکنیم به ایمان خود یا پروردگار که به تو ایمان آوردیم. فاغفر لنا، پس ما را مغفرت بکن، وارحمنا، و بالای ما رحم بکن، و انت خیر الراحمین، پروردگارا تو بهترین رحم کننده ها هستی. فاتخذتموهم سخریه، باز شما مردم های بیدینی که اینجا بودین به دوزخی ها میگه وقتی که بنده های ما توسل به نام های ما میکردن، توسل به ایمان خود میکردن، عمل مطابق قرآن میکردن، مغفرت میخواستن و طلب رحمت از الله میکردن، باز شما بیدینا چی میکردین؟ فتخذتموهم سخریا، باز سر از اونها رشخندی میکردین، اونا را مسخره میگرفتین. این لودار سیکو، این بیعقلار سیکو. مردم در کجا رسید؟ یا هنوزم در غم نماز هستن، در غم ریش هستن و در غم قرآن هستن. الله متعال میگه این گپای مسخرگیتان کلش اونجا در دفتر اعمالتان چی است؟ فتخذتموه، باز شما گرفتین مؤمنین حقیقی را سخریا. به چی؟ به مسخرگی و رشخندی و فکایی و توهین و تحقیر. که سر ریش شام رشخند میزدی، سر لباس شام رشخند میزنی، سر درس شام رشخند میزدی، سر مدرسه شام مسخرگی میکردی، سر قواری شام مسخرگی میکردی، سر گپ شام مسخرگی میکردی. این همیشه مسلمانای حقیقی را مسخره میکردین و سرشان هزارها نام میموندین. اینال حتی انسوکم ذکری، تا ای که اینمی مسخرگی شما، امی گناه های شما فراموش کرد بر شما چرا؟ یاد الله را. وقتی که انسان زیاد در فکایی و در مسخرگی و در اشخندی سر علما و سر دین و سر قرآن شروع کنه، باز یاد الله فراموشش میشه، باز الله را از یاد میبرش، حکم الله را از بین میبره. چی میشه؟ و کنتم منهم تضحکون، باز شما کسایی بودین سر مسلمانای حقیقی چی میکردین؟ خنده میکردین. تمام روز دید و فلانی نفر استاد دیدی که 4 تا شاگرد کای خود چی کرده بیچاره که در مسجد شیشتن، مردم در زمستان میره تاجیکستان، مردم میره اروپا، مردم میره عیش میکنه. یه باره که ببینی نسایی که باز دیدمشان، ما هم یک روز تیر شدم، شیشته بودن قرار و نموجه خنکک خورده چلکایشان یخ خیر از خنده کنین، خیر ببینین نوش جان خنده کنین. الله متعال میگه اینی جزیتهم الیوم بما صبروا، ما بر از این بنده های حقیقی خود که جنت دادیم، نعمت ها را دادیم، در مقابل چی دادیم؟ که یا در مقابل تمام توهین و تحقیر و خنده شما چی میکردن؟ صبر میکردن. انهم هم الفائزون، اینمی بنده های حقیقی ما که کامیاب است امی هستن. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بر ازنا گفته میشه که الله میگه چقدر وقت شما دمی به حساب
سالهای خودتان چند سال در دنیا زندگی کردین؟ قالو باز میگه والله یا الله لبثنا یوما او بعد یوم. ما تو فکر میکنیم که یک روز یا نیم روزک در دنیا زندگی کرده باشیم. فاسأل العادین، میگه پس بپرس از کسایی که و دمی حسابی گپا خوب متخصص ریاضی هستن. عادین یعنی کسایی که در ریاضی و در حساب کتاب کس خوب دیگه همت چی هست؟ مسلکی هستن. و باز برشان چی میگه؟ والله اگه ما براتان بگویم یک روز قیامت 50,000 سال دنیاست. حالا اگه میال یک متخصص ریاضی می بود ما گفتیم تو هم مقایسه بگو که مثلا یک روز قیامت 50,000 سال دنیاست. حال ما عمر ما که زیاد این زندگی بکنیم 60 سال یا 70 سال یا 80 سال، نهایتش 100 سال. حال 100 سال در مقابل 50,000 سال مقایسه بکن. قال میگه الا بثم الا قلیلا، بسیار کم زندگی کرده، بسیار کم است زندگی. 50,000 سال یک روز سیکو و این عمر شما را سیکو بسیار کم است. لو انکم کنتم تعلمون، اگر شما میفهمیدین واقعا متخصص حقیقی ریاضی می بودین، واقعا کاش که یک متخصص خوب ریاضی می داشتیم، باز می عمر ما را بر ما میشش، باز بر ما می شما چقدر وقت امی دنیا زندگی ما و شما در دنیا، امی زندگی و 70 80 ساله و 100 سال ما و شما در دنیا با یک روز آخرت چقدر مقایسه میشن. لو انکم کنتم تعلمون، اگر شما حقیقتا علم می داشتین. دروغ میگن علم ندارن، اگر علم می داشتن این نقاط دقیقه متوجه میشه. عالم اونمو است که تو نقطه دقیق محاسبه میکنه، میگه این قدر است. خب اف حسبتم، آل الله متعال بر از اینا میگه آیا شما خودتو میپنداشتین یا تو محاسبه میکردین یا تو فکر میکردین یا تو عقیده میکردین انما خلقناکم عبثا، که ما شما را خلق کردیم عبث بیفایده؟ این دو چشمه برتان دادیم تصادفی، این گوش تصادفی است. اگر تصادف می بود مثلا حالا یک جای تصادف باشه شما کلتان شیشین چشما می آمد از مغارک تصادفی بر کلگی تق تق تق، یک وقت اونجا کس دو بخاری مصروفی بود تو فکر نمی بود، طرف دو سال میگه چشم می آمد در پشت کلیت میخورد. خود تصادف همیره میگه که چشم یکی در پشت کلیش می بود، چشم یکی در تخته پشتش می بود، چشم یکی تصادف بود. عبث. الله متعال میگه نه ما اگر چشم خلق کردیم برات عبث نیست، اگر عقل دادیم تو عبث نیست، اگر زندگی دادیم تو عبث نیست، اگر تو را نسبت به دیگران فراست بیشتر دادیم عبث نیست. هیچ چیزی در زندگی دنیا عبث نیست، هیچ چیزی در زندگی دنیا عبث هم نیست و تصادفی هم نیست. تو این عبث فکر میکنی. یک پشه، یک دانشمند امریکایی، من به خاطر این پشه چی کردی؟ میگه من خواستم که یک دانه پشه بسازم. این پشه مرا چه الله اعلم که مسلمان شده بود، گردن ما بسته نشد که مسلمان شد یا نشد. خب منتها معاجزی خدا بیان کرد، قدرت الله رو گفت ما خواستیم که یک پشه بسازیم. در قرآن گفته که یک پشه بسازین، یک مگس بسازین. گفتیم این یک دانه پشه تو باش ما بسازیم. گفت رفتیم صاحب وسایل جمع کردیم و پرزه ها را ساختیم وجود پشه را خوب مطالعه کردیم. این نیشکش و این زاردانیگکش و این نیش زارش و این مثلا پایکایش و فلانی. گفت کل از این پرزه را ساختیم. حالا یک وقت گفت یک پشه ساختیم که حالا زل میگیم قائدی هلیکوپتر. میگه حالی که اگه بخوایم خود بسازیم گاهی تایرش بیکفه و گاهیش گفتیم الله ذاتی است که هلیکوپتر، کارای هلیکوپتر در چی خلق کرده؟ در یک پشگک خورتره. یعنی کار یک هلیکوپتر که 2 تن وزن داره در 1 گرم چیز کرده. الله گفت قدرت خدا بر ما نشان داد. والله خلاص ما ساینسدان به قدرت الله تسلیم شدم. سیستم انجینیری دیگه کس میگه تو چه قسم تسلیم شدی؟ تو پروفسور هستی در انجینیری. گفتی کسایی که انجینیر هم هستن کافر هستن. گفت یا لوده هستن انجینیر نیستن. اگر یا انجینیر می بودن انجینیر حقیقی مؤمن درجه 1 می باشن. چطور؟ گفت مثلا من انجینیر هستم در پرواز،
سیستم تیارای جیت. گفت ما که یگان وقت میخواهیم که 50 تیاره جیت از یک منطقه به منطقه دیگر رهبری بکنیم، این سرکای هوایی و این دقت از این کامپیوتر و این کنترل فلانی فلانی، اگر این جیت از 10 تا 20 تا میشه، 30 تا میشه، 40 تا میشه، 50 تا میشه، اگر 100 تا و 200 تا شوه، ما میگیم حتما در یک 2 3 تا 4 تا ازی تکر میکنه، از بین میره. اما سیستم انجینیری که الله او را خلق کرده، دیدیم که 10,000 20,000 50,000 پرنده یک جای از یک قاره به قاره دیگه پرواز میکنه. امی 50,000 پرنده عموت در آسمان میره که بال یکی به بال دیگه دکه نمیخوره. باز ما گفتیم الله واقعا قدرت خدا بر ما چی کرد؟ نشان داد. این الله متعال میگه که اگر شما ساینسدان باشین، ریاضیدان باشین، متخصص باشین، واقعا تکنولوژی رو بفهمین، اول نمره درجه 1 در ایمان شما هستین. چرا که علم به طرف ایمان دعوت میکنه. دانش و ساینس انسان مسلمان میسازه، با قدرت الله انسان وادار میسازه. ایناله افحسبتم، الله متعال میگه آیا شما تو محاسبه میکنین، تو فکر میکنین که انما خلقناکم عبثا، که ما شما را خلق کردیم عبث، اما تو عادی و بی همه چیز، و انکم الینا لا ترجعون، و شما به طرف ما رجوع نمیکنین. این قسم عقیده داشتین؟ فتعال الله الملك الحق، فتعال الله، پس بسیار عالی هست الله، عالی مرتبه هست الله الملك الحق، مالک متصرف حقیقی کائنات، واحد و یگانه هست. لا اله، نیست هیچ معبودی به حقی که مستحق باشه که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه الا هو، بغیر از الله. الله هست رب العرش العظیم که خالق عرش بزرگ است، عرش کریم است. عرش کریم یعنی رب العرش الکریم، یعنی خالق و مالک عرش کریم، یعنی مکرم و قدرمند، با قدر و با عزت. فکرتان مگه باشه و من یدعو مع الله اله آخر، اگر کسی بغیر از الله معبود دیگی را میگیره یا بر از او عبادت ها را انجام میده، که بعضی کسای این قسم معبود دارن که بر از او عبادت میکنن، و بعضی کسای دیگه هستن که معبودایی را میگیرن که قانون از اونها را که مخالف شریعت الله هست، ضد شریعت الله است، او را متابعت میکنن. لا برهان له به، بر از او هیچ دلیلی ندارن. فانما حسابه، شما اونا را بگذارین، حسابشان عند ربه، به نزد الله هست. الله واسکتشان محاسبه میکنه. انه لا یفلح الکافرون، یقین داشته باشین که هیچ وقت کامیاب نمیشن کافران. و تو که مسلمان هستی، و تو که رسول الله هستی، و تو که انسان قرآن شناس هستی، و تو انسانی که به قرآن و سنت ایمان داری، باور داری و عمل میکنی، بگو رب اغفر، پروردگار مرا مغفرت کن، به خاطر که هر کس اشتباه میکنه، غلطی میکنه با وجود ایمان داشتن. بگو پروردگار مغفرت کن گناه های مرا، ورحم و رحم کن بالای من، و انت خیر الراحمین، و تو بهترین رحم کننده ها هستی. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله و استغفرک و اتوب